در دوام 23 سال شکلی کتابی بگیریم. الحمدلله که امروز ما در دست چه داریم؟ این قرآن امروز خدا فرزانه. الحمدلله کتاب معتبر. اینا بهترین نتانی خدا فرزانه زیادت چه عبادت است. من نماکن کسی که قرآن خوانده نمیتونه سحر میشه شایش چند نکاش تو بکنه بوسش کنه در چشماش مالا 40 ساله نمازی نفله در نامه اعمالش می‌نویسه. این زیارت عبادت عزیزی زیارتش نداری در بغل ذهنش کن گو خداوندا من میخوام که قرآن رو تلاوت کنم، من میخوام که سخن خود بخوانم، من خواننده کن، من داننده کن. این که در کنار ذهنش کتابش که الحمدلله همیشه پیوسته عبادت است، پیوسته طاعت است. عزیزان من پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و چی گفتند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما همان کسی است که خودش قرآن می آموزد و دیگران را می آموزد. خودش یاد میگیرد قرآن خود میشود با دیگران را چکار میکند؟ قرآن انشاءالله خدا خود باید بهترین شما هست. خیرکم شما بهترین همانه که قرآن می آموزید. عزیزان من گرامر حرف عرب از 28 حرف عبارت است. 28 حرف اگر خوانی امروز قرآن خوان هستی. افسوس ما همین نمجور از نداریم. این به محبت این امت نشانتی است. به غیرتی به محبت این امت نشانتی است که بالکل نگه خواندن نمیتونم. ای با شرمندگی است. گپه میدانی خدا خود غیبت میدانی، تهمت میدانی، بوتان میدانی، طوله میدانی صبح برای چی؟ چونکه در این رغبت داریم در قرآن نداریم، در این محبت داریم در قرآن نداریم. ماگاه هوشیار شد. پیامبر بزرگوار من بشنو نصیحت ای خیرتمند، کلام حق بیاموز با فرزند. گفته ای خیرتمند، ای آدمی دانشمند، ای آدمی با عقل، ای آدمی با فراست، نصیحتی من شنو. بچه یک چیکار کن؟ قرآن خون کن انشاءالله خدا خواهد. پیامبر بزرگوار گفتند اهل الله اهل القرآنی اهل الله و خاصته. کسانی که قرآن میخوانند محبت با قرآن پیوسته دارند و یا خواستگان الله هستند انشاءالله. کسی گویی که اگر خدا منو دوست دارد انشاءالله قرآن میخوانی خدا خواهد انشاءالله. گر همه خواهی دیگر مسلمان زیستن نیست ممکن جز ز قرآن زیستن. گر خواهی که مسلمان حقیقی باشید باید که به قرآن زندگی نکنید. دائم انشاءالله خدا خواهد در قرآن باشید. عثمان رضی الله تعالی عنه سیوخ خدا خواهد وزیری محمد صلی الله علیه و سلم است. چنان قرآن دوست می‌داشتیم که یک دقیقه از وی جدا نمی‌شدیم. حتی همسرش التماس می‌کرد جان مردک جان یک بارک بیا. قطعی یک خواب ریم. می‌چست یک دمک دیگه بیا قرآن خوان می‌گذشت که ساعت نمی‌داشت. حتی میگن اوهیبو میگن من دوست می‌دارم که دائم تلاوت قرآن باشم. حضرت عثمان بالاخره در یک روز انشاءالله خدا خواهد کنیم، در یک روز نیم ساعت یک ساعت خدا خواهد مشق کنیم. امروز جناب عالی را بین الحمدلله خدا مبارکش کنم. من تا جان دارم جناب عالی را دوست میکنم. جناب عالی امروز قرآن صفتش برداشت الحمدلله. یعنی امروز در همه جا قرآن خوانی
در همه جا الحمدلله تعلیمات قرآن. این بخت از خدای ما شما. این روز آرزو میکردیم ما شما. این جنابی عالی شعراش که الحمدلله این روز قرآن روز چی دارد؟ من دیگری الحمدلله بیادت شکر انشاءالله. چند زنه نکو قرآن خوان انشاءالله خدا خواهد. ابو امامه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که قرآن بین تا چه اندازه خدا خواهد بزرگی شد. روز قیامت محکمه سودی الهی میگه سر میشود. روز قیامت همه ما عزیزان من در این دنیا خدا 50 سالش 80 سالش 90 سالش 100 سالش عمر میدهد و در آخر روز قیامت میخیر دارد از این عمر امتحان میسازد. مثل که مکتب میخونی خدا خواهد ماهی ماهی که شود و آخرش که بشود امتحان سر میشود. یک ساله خوندگی در دانش در انشاءالله استادا میسنجن همچنان روز قیامت الله سبحانه و تعالی ما و شما را میسنجن. ما و شما را میپرسد محکمه سودش نمیخستیم. حتی که انسان میگه میخزد از قبر بینید. حال قیامت بسیار دهشت است عزیزان. حول قیامت بسیار دهشت است عزیزان من. خدا نگه دارد از روز اگر خواهی که ما شما نجات دهیم انشاءالله. از قبل وقتی که میخسته است قرآن در نیکوترین صورت می آمده است. یک جوانی زیبا نزدیک اون بنده می آمده است. گفت منم میشناسی؟ گفت نمیشناسم. من همان هستم که تو در دنیا منم میخوانی. من قرآن هستم. الله سبحانه و تعالی در دستش میگه یک تاج طلایی. از همه قرآن. لباسای قیمت بهای جنت جوان رو میپوشونده است. همون تاج ها رو میگید شما در کنار در تلویزیون ها میبینید کودکان رو برای رغبت کنن یک تاجی که نمونه. میگه در زمین امتحان کسی که دارد این تاج در برایش خوشبخت‌ترین جوان در دنیا هست. ما و شما اگر خدا خواهد بود تاج طلایی که از جنت است بالای سرمون میموند ما خوشبخت‌ترین انسان که هستیم در محشرگاه هستیم. الحمدلله. همون لباس‌های قیمت بهارن پدر و مادرش هم فریاد میکنه میپوشونه. پدر و مادر سوال میکنه که ای بنده خدا ما یکان عمل نکردیم در دنیا این لباس اینقدر قیمت بها از کجاست؟ گفتش نه شما دلگیر نشه. شما همیشه خبره که بچه‌تون قرآن خون کردن و تو فعل فرزند قرآن خون کردن این لباس ها. حتی پیغمبر میگه اون لباس میگه قیمتش از این دنیا نبیتره. هم خدر قیمت که دنیا خیلی لباس نیستنه. پیش الله نموده است که الله خدا خواهد شفاعت میگن است. انا قرآن ولی چی چند نزنیم؟ برای چی ما و شما غیرت نمیکنیم؟ برای چی حرکت نمیکنیم ما و شما؟ بزرگان میگن اهل ایمان را شرف از خواندن قرآن بود. اهل ایمان میگه شرفش درجهش مرتبهش از چی میشه؟ خواندن قرآن. مونیس و قرآن گزیند هر کی را ایمان بود. این قرآن کی میخونده است؟ آدمی که ایمان دارد. آدمی ایمان دارد الحمدلله این قرآن چند میزند غیرت میکند. دمغاسه نمیشد گردن کش نمیشود که نمیتونم خوندن نمیتونی محبت نداری. ولی بعضی ها خدا خواهد بینه شما عزیزان من طلب علم میگه پیامبر بزرگوار طلب العلم من المهد الی اللحد. طلب علم از گهواره تا لحد است عزیزی من. این فرصت نه در 18 ساله و 20 ساله و 15 ساله دیگه نیست. از گهواره سر میکنی تا لحد دانش آموز. یعنی خواهید در جهان شبی خوشروی از گهواره تا لحد دانش جوی. زمین گهواره سر میکنی دانش تا لحد انشاءالله. ولی دشمنای اسلام اشعار برادر میدونین کودکایی که خدا خواهد 20 ساله و 3 ساله و 5 ساله اینا قرآن نخونونه که کلش ویرون بشه. این دشمنای اسلام اگر اینا نداره
الان گهواره سرش کرد. پیامبر بزرگ میگن الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر. کسی که میگه در کودکش یاد میکند وای در سنگ نقش دادگی است. الحفظ فی الکبر کالنقش فی الماء. عربا میگن در یه پیری یاد کردگی آب نقش داده کسی برابر است. این آب ببینه یک نار بزنه شفالو میکرده یک نار کله پیلا میشد. یک دم میبینی که خواهد دولینش باسته است، یک دم میبینی که کله زده است. از کودکی خدا سر گرفت. از کودکی انشاءالله خدا خواهد پدر مادرها غیرت کنیم بچه اکا تو خدا خون شد. هست قرآن بحر علم و کانی فضل نور پاک. علم از قرآن طلب زیرا که دور در قرآن بود. این تمامی بایگر در قرآن است. همین عربا رو بین ابابکر و عمر و ها کذا عربا رو در دنیا کش چی علم شدار، چی درجه، چی مرتبه شدار قرآن داد شو. الحمدلله نصرت خبی هر یکی ما شما هستن اصحابی کرام که محمد صلی الله علیه و سلم زیرشتی بود قرآن بود. قرآن محمد کرد. قرآن محمد دنیا نجاوید کرد. ما اگر چند زنیم خور نمیشه. عزیزانی من خور نمیشیم اگر قرآن چند زنیم. از قرآن اگر دور نشیم. الحمدلله حرکت کنیم خدا خواهد انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم آهن گفتن در آب گفتن زن میزند. دلهای شما را گفتن رسول الله زن میزند. دلهای شما گفتن مثل هم آهن زن میزند. میران گفتن پیغمبر دلهای شما را چی تازه نکند. یکی بیاد آوردن مرد و یکی دیگر گفتن تلاوت قرآن است. دائم انشاءالله مرگ در پیش بیاد. چون که مرگ کسی که در پیش میارد حرص دنیا کم میشود. دنیا را انشاءالله محبتش کم میشود به شما عزیزان که امروز از سحر سفر میکنیم. یا خوشرو بخوریم خوشرو بکشیم. امروز از سحر از نمیرون. وقتی که میگه قرآن به چند زند انشاءالله دلهای زن پیچیده ما شما را قرآن به نور شکا میکند روشن میکند انشاءالله. بابای خلافت نواییمون خدا رحمتش کردگی باشد در هرات میگه در کوچه رفته سر دادن یک جوان دیدن که قرآن خونده است. به نهایت به قاعده به تجوید میگه آمدن میگه در پیشتر بودم بچه جان همه قرآن در جای خون که آدمو برو نگردونن هر بیزه به آوازد مقصد چی؟ قاعده را نخونده است تجوید نخونده است. به تجوید خوندگیش حضرت بایی بودن نوایی بودن از اینجا برای بچه یک جای خونه از اون نخونش که کرد اشنابا به من رو گردن کرام. ما شما برای سوریندوی های دلنشین میدانید باید اگر ارتیست خلاقت سوریندوش معقلت شود خلاقت شب رو گوش بگیرید. داریم اگر همون سوریندوی قرآن هم عقل رو نکنید انشاءالله. شب روز قرآن گوش که انشاءالله خلاقت آیسته آیسته قلب همون زن پیچیده تازه میشود. تازه کشید محبت رو بر قرآن زیاد میشود. الحمدلله. اینی حتی روز قیامت بینیم برای قاری آدمای قرآن خون میگفت از خداوند خون قرآن یعنی جنت میدرانه تلاوت میکنن هر یک آیت یک پاغان درجهش در جنت بلند میشن تا آخرین آیت چه خون همون ملکی کنید. برای قرآن خدا الله سبحانه و تعالی شانس داده است. همین سعدی رو بینید شیخ سعدی رو میدونید الحمدلله. رومی رو بینید جلال الدین رومی یا که بیتی رو بینید تمام بزرگان اسلام رو بینید از چی؟ از قرآن درجه کردن. غزل های شعرهایی که بستان و گلستان شیخ سعدی نایستگی است
تا قیامت خاموش نمیشود، تا قیامت دیگر نمیشود. برای چی؟ چون که به هر یک انشاءالله مثلش از قرآن است، هر مثلش از قرآن است. شاعرها بودن از آخر یک سال نیم سال آب رو میکنن به همین دیده که گم شده است. میگه شیخ سعدی چقدر اثر هوش است، قرآن خدا خواهد یک کلمه اثر شد حالی گم نشده است. بزرگستان چه میگن؟ زی قرآن شعری سعدی شد به پرواز، زی قرآن شعری سعدی شد به پرواز، زی قرآن نظمی حافظ یافت اعجاز، زی قرآن نام رومی مولوی شد، اولیت ورا از مثنوی شد. مثنوی شریفه میخونی؟ از چی شد نگرد؟ از قرآن شد. جلال‌الدین اونم ما شما از روی قرآن خواندنش، از شعرهای نظم‌ها یادداشتش اینو در قلب هر یکی ما شما هست. هر یک موعظه ما به خلاف جلال‌الدین رومی به شیخ سعدی نظمش نیست. زی قرآن مثنوی شعر آزدار است، با قرآن دری آوازدار است. زبان فارسی با قرآن آوازدار شد. این بزرگا خدا خواهد انشاءالله تا چه اندازه از قرآن آبرو یافتن. شیخ سعدی را بین، 6 مثل شعر دارد، 6 مثل شعر شیخ سعدی در باان با آب طلا با فن انشاءالله زبان میستگی است. آب طلا کردن لیکن مضمونی شعر چی است؟ قرآن است. این شیخ سعدی را الحمدلله این تمام آن از روی هوای کار میکنه. چی میگن؟ بنی آدم اعضای یکدیگرند، زی آفرینیست یک گوهرند. اصل کار کرد چون درد آورد روزگار، دیگر وضوها نیابد قرار. تو که از مهنتی دیگران بدمی، نشاید بود نامد آدمی. از زمین امتان، از زمین مسلمانان، از زمین دین، از زمین قرآن، از زمین که همسایه بشناس، هم اهلک بشناس. تو بی‌پرواسی، تو آدم نیستی. از روی همین تمام دنیا رو برای یاردن چکا میکنن به گروپ ها خدمت. این چی از معنی خلافتی از قرآن است. الحمدلله. ابو سعد خدری روایت میکند. عزیزان من گوش کنید خوب. هر کس میگد که اراده کند که قرآن میخواند انشاءالله، هر یک تن نیت کند انشاءالله میرسد در الله. وقتی که میگد نیت میکند و گه که 1 پاره یاد گرفت یا 5 پاره یاد گرفت یا 10 پاره یاد گرفت و ناگاه مرگش عمرش به آخر رسید. ناخواست میگن از دنیا گذشت. این شهزادی وقتی که میگه از این دنیا میبرن در قبر میسپرنش، میگن ابو سعد خودی از رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا یک فرشته قاری قرآن خوانه خدا خواهد کتش همراه بکنه. روز قیامت حافظ قرآن از قبر میخسته. الحمدلله. همانطور قبر تاریک است و خود تو چراغ همی. گفتن یا رسول الله چراغ چی است؟ گفتن قرآن تلاوت. گفتن قبر خاک است و خود تو کولپه بره. گفتن یا محمد کولپه چیست؟ گفتن عمل صالح است. همین عمر بیدن عمر عادل خدا خواهد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حق دوزخ گم میزده است، عذاب دوزخ، حضرت عمر که گله میکرد میستاد از خاموش. وقتا که قبر یاد میکرد حضرت عمر رو از دیگه میکرد. صحابه بزید یا عمر جان همینقدر محمد صلی الله علیه وسلم دوزخ ذکر میکنن، عذاب های دوزخ ذکر میکنن، طبقه های خیلی دوزخ ذکر میکنن،
یک بار گریه نمیکنید برای چه همین خبر گفت آبکای دیده جاری میشن برادر رو میدونه در دوزخ هم با مردم هستن یکی در قبر تنها هست آلت خدا خود دهتان خانه با خاک بار میکنن نگو که بردم خلاص میشن نه بازید نمیشه و یک عالم است یک دنیا است که در راه خدا خواهد اصل با خواب اگر ایمان داشت باشی الحمدلله راحت بکنید الا نداشت باشی از دوزخ نمیشه دیگر در اون فرشته ایم الحمدلله کاری همین بودش هر یک چه کنه خدا خواهد از دریچه از جنت دریچه بکشاید هفت قوت مشکات حدیثی مشکات در کتابی مشکات شریف من هفت قوت پول پاره در تن انداختیم فرشته چی میفتیم نام کنام عروس میگویند دیگر تا قیامت هیچ چیز نمیگوید بعد یکی خدا دیگر هیچ کس اکتر به ذاتر نمیکنه تمیسی هم ناخ زن میگیری را خواهد انشاءالله همچنان راحت خواهد دید من بزرمه که علی قبلو روضتون من ریاض الجنه او الحفرة من الحفرة النیران قبل میگه یا که از باغای جنت میشود یا که از سیب چکوی کوی دوزخ رشته از کسی ایمان دارد باغ است راحت است کسی ایمان ندارد عزیزی من چی است عذاب است خدا نگه دارد خواهی که نجات یابی قرآن خوانده شود مراد خوجندی یعنی غزل آوردن در بالای قرآن مثل آزاد خدا شما قرآن میکنیم امروز قرآن لیچین تمام مردم است یا نه الحمدلله امروز زنده ها رو بین واسطه قرآن نوازندگی ها رو با واسطه قرآن آفت رسیدگی ها رو با واسطه قرآن چی مشکلات و چی داری قرآن انشاءالله چند میزنی الحمدلله میگد چشمم بنور شد وقت از حرفای قرآن بین کتب عالم والله جای قرآن کسی که چشمش خیرش داشت عزیز من قرآن خواب روشن میشود دروغ نیست کسی که چشماش خیره باشد پیوسته قرآن خواند الحمدلله چشمات روشن میشود عزیز خدا که هم صحبت شدم میگه اونا میگه چشمام خیره بود قرآن چند زدم چشمام روشن شد باید برادر گفت که همه چشمام خیرش دست است گفتم میگه همه قرآن چند زن انشاءالله میگه قرآن خوش میگه گفتیم به چشمام روشن شد گفتی حضرت کی چشمم میگه بنور شد پور از گفته های قرآن بین کتب عالم والله جای قرآن والله قسم به خدا که بهترین کتاب در روی دنیا قرآن است دیگر یکان کتاب نیست بهترین کتاب در روی قرآن است الحمدلله عزیزان من هر آیتش بخوانی انسانیت بدانی در شبه نمانی از گفته های قرآن هر آیت چه بخونی انشاءالله خدا خواهد هر آیت چه خدا خواهد انسان بودن نمیدونیم انسان قدرش میرسید پیغمبری بزرگوار بینید عایشه مادام سوال کردن که این محمد صلی الله علیه و سلم این قدر آدم خوب از کجا یاد گرفت این لحاظ شدی رفتار شدی گفتار شدی گفتن خلقه كخلق القرآن خلقش گفتن خلق قرآنی بود به خدا چی که میگفتش محمد صلی الله علیه و سلم همان ساعت همان دقیقه میگه عمل میکرد حتی خود پیغمبر سوال کردن که این قدر آداب و رفتار و گفتاری خوب از کجا یاد گرفتی گفتن ادبنی ربی فاحسن تعلیمی من گفت خدا گفتی ادب داد خدا با واسطه چی اون ادب دادش با واسطه قرآن شریف با واسطه قرآن بزرگ الحمدلله نور الهی بارد نیرو بجان بیارد معجزه ها از آن در سوره های قرآن وقتی که میخونی نور میباره انشاءالله خدا
انسان کسی که قرآن میخوند حتی نور قرآن از زمین تا عرش میرسیده است. فرشته ها در تماشای ما و شما میبودیم. این کلام حق خونده است انشاءالله. قرآن خونده است. ببینید تمامی معجزه ها در همین است. ولی ما معجزه ها در پیش است. ولی دجال میگوید یعجوج ماجوج الحمدلله دعوت الارض عیسی علیه السلام فرمودنش اما شکی خبر داد الله پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم الحمدلله عیسی برای ما شما رسید. هر دم پول خطر شد از عضوها بدل شد تا بهره‌ور بگشتم من از دعای قرآن. روز چندین کسلمندان را با واسطه قرآن تبابت دارن کن. همه ای کسی ها میگن بدل شد. کسی که اگر ببینه خواهد شد، کسی که مبادا اگر سحر و جادو اگر در خانه تو باشد خواهد اخلاص خون فلک خون ناس خون انشاءالله خواهد نیست تو ما بچیده میرود. پیغمبر بزرگوار هم سحر کردن 11 آیت است. 11 گیره بود، 11 بندگی بستگی بود. ولی ملعون پیغمبر با واسطه دختراش سحر کردن. چقدر عذاب کشیدن رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که همین سوره ها آمد خواندن هر یک آیتی که قل هو الله احد میگفت یک گرش شده میشید. الله الصمد میگفت یک گرش 11 گرش راحت کرده رسول الله صلی الله علیه و آله. دائم خوندن دائم ان شاء الله خدا خواهد. چه سر مصیبت بیاد ان شاء الله خدا خواهد. میدونید القرآن چی است؟ سوره فاتحه مادر قرآن. هر دردی که بجوز مرگ میگن همه درد ندواست. به شک نشین هم سهرک چرک نمون انشاءالله خلاقت خون آمده یک تزنش میگه که تمام خلاقت دردا گوشیده. شب پیغمبری بزرگوار پیش از خواب رفتنش چکار میکن؟ بالای کوکو میمولمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه میخوند، اخلاص میخوند، ناس و فلق میخوند، دستکاش سوخ میکرد بدنکاش میمولید بعد عزت خواب رسول الله صلی الله علیه وسلم راحت رفت. مالون شیطونم نزدیکی که نمیتونه انشاءالله خواهی که خوابت راحت شد. با اگر خلاقت وقت که باشه با طهارت خلاقت کل کنید. الحمدلله من نام علا وضوئین پیغمبر میگه کان فراشه له مسجدا و نامه صلاة و نفسه تسبیحا. مگر طهارت که بالا جا برخته کنونی بگه انشاءالله کوپت مسجد میشه. حکم مسجد هر نفس هایی که میگیری سبحان الله الحمدلله الله اکبر خدا قبولش میکنه. بین خوبش میگه نماز نفل ثوابش میتیرن الحمدلله. بینید این درجه خود برای ما شما پیامبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرده داد؟ گفته داده برای الحمدلله. خود دم انداز شرط نیست خداخد من مولا شرط نیست. خودت میدانی خداخد قرائت خوش رو بخون خودت خون. اگر یاسین خونی میگه همه مشکلات رو حل میشه. چون که یاسین چی هست؟ پیدازون که لکل شیء قلب و قلب قرآن یاسین. برای هر یک چیز میگه دل است و دل قرآن سوره یاسین است. این دل قرآن است ولی قرآن است. ماشین تو برداره خودت دل داری ولی چسب تمام برفتی همون دل قرآن چی است؟ الحمدلله سوره یاسین با محبت همین سهر خونش داخل تا فردا سر یکان آفت نمیرسد. بیکار بزرگان اسلام سوره یاسین بامداد توصیه نکرد. بیکار سوره فاتحه برای پیشین سوره نبع امر برای اصل نماز خدا خشون در اذا وقعت الواقعه نماز خفتن ملک بیکار تازگی نیست. امروز بچه های جوانه بوده که خدا خواهد و یا دشمنی همین دینه برای چی نمیخواه که خرابش کنن نمیخواه که راحت کنن نمیخواه که در خانه خدا یک 10 دقیقه و 15 دقیقه جولان زنن بعد میبینن. عزیزی من به خود بیاید از این خانه نگریز. کسی میگریزد کار نداشتش یگان کارخونگان نه منافق سامشه. امروز میگی المؤمن فی المسجد كالسمك في الماء المنافق في المسجد كالطير في القفص.
همین مومن میگه مسجد میدونه مثل میگه ماهی چشنا میکنه چون زندگی در اون آب در آب در پرکاش مزه میکنه همچون میگه مومن راحت میکنه میگه سخن گوش میکنه میگه اگر منافق میگه مسجد داره میگه مثل میگه پرنده در قفس میگیری اما خشی ترا میزنه کلمه نماز تمام شو بیسرم دون بریزم برم منافق نشه منافقون خدا پسترین جا هم وعده کرده این المنافقین فی الدرک الاسفل و با کفر بالاتر نمیشه هفت طبقه دارد هفت اتاجه هر یک اتاش بخواد از زمین تا آسمون یکسانیشه یا نبرم و با شما پسترش نما منافق چه بگن منافق چه بگن دروه از پیش من نمیاد خدا خشته گنداز میکنن پیش ما میرد من گنده میکنن منافق دروغ میگه یعنی روایت خوندم کسی خدا صحیح اینو صحیح همه گفته از منافق مثل یک گوسفند سالک است گوسفند موده است میگه یک بودک یک سکونه میدونه اما گفته یک سکونه میدونه این نشانش مونیشه مرد کسی که خدا خواهد ای بی کسی داد درمش کو مردی تو همین هم بگو در خیلات میگه گفت بزن برم چه خویده چه بیده بکشه لیکن منافق نشیدن منافقان خیدن در رسول سوره منافقون خونه پیش برناز بوده که خصوصا نام میکنن پیش کافران مفتای محمد کشتن نکن یعنی از کنگو بشماسی با محمد جان محمد متدوس میدون تو پیغمبری موید خیلی بانی باشید اگه نام بسر موشه الحمدلله اختم شده است عزیزان انشاءالله خدا